سلام، خوش اومدید به کانال ترکیش تیوی. این ویدیو در مورد تیزر دوم از قسمت 69 سریال چشم چران امارته. اگه میخواید تیزر سریال های ترک رو دنبال کنید حتما چنل رو ساب کنید. برادر تاروک میگه به ما چه سیران و سونا رو بگیریم و بدزدیم، باقیه‌شون هر غلطی میخوان بکنن. فرید میگه دیگه چی میدونی؟ برادر تاروک میگه تا سونا نباشه هیچی نمیگم. سونا میگه هر چیزی که فکر میکردیم گذشت و تموم شد، در اصل مثل یه زخم سرباز از گذشته باقی میمونه. فکریه به ایفاکات میگه اگه اذیتم کنی اذیتت میکنم. ایفاکاتم اونو هل میده و سرش میخوره به دیوار. مزیده به گلگون میگه الان باز انتقام پسرمو از تو میگیرم. هاتوشو باید برام بیاری. گلگون هم هاتوشو میبره پیش مزیده. و در آخر فرید سیران رو با تاروک میبینه و خیلی عصبی میشه. ممنون که تا آخر این ویدیو همراه من بودین.